اتحاد دیمیلوی بندرعباس که قهرمان این رقابت ها بود. شبابک کال که از این خطه، گازار جناح مدرسه فوتبال سازی این خطه، ستارگان سیاه، کنار سیاه در گروه دوی مسابقات. اما اتحاد کوهیچ که میزبان این مسابقات بود، شباب مردونی از گوده، دلاور مردان پرکلاری که به نیمه نهایی به فینال رسیدن و یک پای قهرمان هم خودشون هستن خداییش. همه فستیوالان که در این فستیوال مدارس فوتبال همه قهرمان هم. بارق کمشک، مراخ از شیپکو و امواج مختان، تیم هایی که در این رقابت ها شرکت کردن و باشگاه هایی که دیکته خودشون امروز یه جورایی انجام دادن. تشکر و قدردانی بازم در رأس کار داریم از باشگاه بزرگ و مردمی این دیار و این زادگاه اتحاد کوهیچ.